فیلم آموزشی یک قطعه لاستیکی که در بین دو قطعه استیلی قرار داره به صورت اکسیسیمتریک مدل سازی شده که به این قطعه یک فشار وارد میشه که نحوه تغییر شکل این قطعه در اثر این فشار توسط نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و مراحل و جزئیات کار خدمتتون ارائه میشه. شماتیک کلی مسئله در این شکل نشون داده شده. همونجور که از این شکل مشخص هست، یک قطعه لاستیکی که بین دو قطعه استیلی قرار داره از دو سمت تحت فشار قرار میگیره. برای مدل سازی مسئله کافی یک صفحه شل به صورت اکسیسیمتریک ایجاد کنیم و علاوه بر اون چون مدل هندسی صفحه هم از این محور وسط دارای تقارن هست، ما میتونیم نصف این صفحه رو مدل سازی کنیم که ابعاد کلی مدل هندسی صفحه در این شکل نشون داده شده. در این مسئله داده های ماده لاستیک از نتایج بای اکسیال، یونی اکسیال و پلنر تست کشش حاصل شده که ما این داده ها رو به نرم افزار آباکوس اضافه میکنیم و از این طریق ماده لاستیک مدل سازی میشه. در این شکل هم مدل هندسی لاستیک و استیل ها که به صورت 270 درجه چرخونده شده نشان داده شده. برای شبیه سازی این مسئله ما باید یک سری مراحل رو طی بکنیم. اولین مرحله ایجاد مدل هندسی لاستیک و استیل هست که به صورت شل و اکسیسیمتریک مدل سازی میشن. بعد از اون تعریف کردن نوع ماده قطعات هست که داده های مربوط به ماده لاستیک از نتایج اکسپریمنت حاصل شدن که این نتایج به نرم افزار آباکوس داده میشه و از این طریق ماده لاستیک تعریف میشه و در مرحله بعد سکشن ها ایجاد میشن که سکشن استیل و لاستیک رو ایجاد میکنیم و به قطعات نسبت میدیم و بعد از اون مونتاژ کاری بر روی مدل صورت میگیره و در مرحله بعد روش حل که یک روش استاتیکی هست تعریف میشه و تنظیمات مربوط به اون صورت میگیره و همچنین خروجی های مد نظر ما تعیین میشن و در مرحله بعد یک فشار یک نواخت در یک سمت قطعه قرار میگیره و شرایط مرزی مشخص میشن و در مرحله بعد شبکه بندی بر روی مدل صورت میگیره، نوع المان ها مشخص میشن و پس از اون مسئله حل میشه و در نهایت هم نتایج حاصله بررسی و تحلیل میشن. اولین بحثی که باید مد نظر قرار بدیم انتخاب سیستم اندازه‌گیری هست که ما در این مسئله سیستم اندازه‌گیری SI متریک رو انتخاب میکنیم و داده ها رو بر اساس این سیستم مختصات وارد میکنیم.